امروز مادری تاجیک از زنده ها شرم نمیدارد. در کوچه که میگذاری چشماش به میس سویتافور نگاه میکنن. من رو میانیمه که بکنم او روی شانیمه نمیکند. این سبب چی است؟ سبب بیناموسی. مردها بیناموس شدن، زناشون را تربیت کرده نمیتوانند. امروز چی بلا زده است مردمی تاجیک که فقط خانه انداز دیتجه خانه انداز، ماشینی مکسیما بگی، ماشینی مرسیدس بگی، بچهش از راسته تلفن میکنم. خب دادا جان چی کمبودی داری؟ بچم دلار ندارم. آخ خدا خاک در سرت. نمیگی بچم بیا زن در کوچه گشت است، سطر ندارد، دختر یوبکه میپوشد، در کوچه های بازار کویبش میگردد. بیا دختر تا صاحب شو، بیا زن تا صاحب شو، از پولتم بیزارم، از دلارتم بیزارم. این گپ ماندگی بچم حاضر نیا. همسایه ماشین گرفت تا پولی ماشین کار نکردی نیا. همسایه دو احتاج خانه انداخت تا پولی همو راهی نکردی نیا. روز میشه بیچاره که از دنیا میگذره خانه‌اش سرش میمونه. فقط در عذاب روز قیامت به این کمبودی ما